سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. روزتون هم بخیر. یه بحثی که معمولا بچه ها میپرسن اینه که ما چجوری مقالات رو انتخاب بکنیم، از کدوم ژورنال ها انتخاب بکنیم و واسه شروع کدوم ژورنال ها بهترن. اینجا هم که تو این ویدیو در رابطه با این موضوع صحبت بکنم و مطمئنم که این ویدیو به خیلی ها کمک میکنه. فقط یه درخواستی که ازتون دارم، چون ما هیچ اسپانسر مالی نداریم، تو کانالمون عضو شین و حداقل ویدیوها رو شیر بکنین که زحماتی که میکشیم حداقل از این لحاظ بتونه به بچه های بیشتری کمک بکنه و بتونیم در کنار هم رشد بکنیم. همین دکمه سابسکرایب رو اگر بزنین شما راحت سابسکرایب میشین و اگه نوتیفیکیشن رو هم روشن بکنین، ما هر ویدیو جدیدی که آپلود بکنیم واسه شما نوتیفیکیشن میاد. خب، یه بحثی کسایی که تازه دارن شروع میکنن به خوندن مقالات معمولا با این مشکل دارن که مقالاتمون رو از کجا بگیریم و کدوم ژورنال ها معتبرترن. هرچند ما این ویدیو قسمت های بعدی هم داره، ولی امروز تو این ویدیو من 4 تا ژورنال خیلی خوب رو بهتون معرفی میکنم که بتونین مقالاتتون رو بگیرین و بعدش حتی راههای گرفتن مقالات رو هم میگم، هرچند که بعضیشون حالا فری هستن، بعضی از مقالات ممکنه بعضیشون هم پولی باشن که حالا راههایی هم که میتونین اونا رو بگیرین تو ویدیوهای بعدی میگم. خب، قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم باید بگم که واسه یه فردی که مبتدیه و داره شروع میکنه به خوندن مقالات باید بدونه که همه مقالات از یک کیفیت برخوردار نیستن و ژورنال ها تنها فاکتوری که تعیین بکنن یک مقاله با کیفیت هست یا نیست هم نیستن. یعنی شما نمیتونید بر اساس فقط اینکه مثلا یک مقاله توی یک ژورنال خوب چاپ شده بگین که این مقاله خوبیه، یا اینکه یه مقاله مثلا در یک ژورنال یکم ضعیف‌تر چاپ شده بگین این مقاله بدیه. ولی یکی از فاکتورهایی که میتونیم مثلا جز اون چند تا فاکتور حساب بکنیم همین ایمپکت فاکتور یا حالا ضریب تأثیر، فکر کنم فارسیش به ضریب تأثیر ژورنال ها و اعتبار ژورنال هاست. امروز تو این بحث من در رابطه با این 4 تا ژورنال صحبت میکنم که البته فقط یه خلاصه خیلی کوچیکی که شما باشون آشناشین و بعدن که خودتون وارد بشین میتونین تو موضوعات مختلف سرچ بکنین و مقالاتی که هست معمولا به صورت حالا ایشوه که حالا موضوعات مثلا 2019 2020 اینا مثلا 10 تا که به صورت اگه ماهیانه باشه ماهیانه چاپ میشن، اینا خودشون رو صفحه قرار میگیرن، شما میتونید برید دانلود بکنین، با مقالات به روز آشناشین و مقالات قدیمی هم تو سایت هست که میتونید اونها رو بگیرید. خب، اولین این 4 تا ژورنال بیشتر واسه بچه‌ای که فیزیولوژی هستن و حالا یکیشون هم همون The Journal of Strength and Conditioning هست که اون هم بیشتر واسه علم تمرین اینا خوبه، مثلا تمرینات مقاومتی. اولین ژورنالی که معرفی میکنم حالا اسمش Journal of Applied Physiology که حالا همونجوری هم که از اسمش پیداست فیزیولوژی کاربردیه. این ژورنال خیلی ژورنال خوبیه که همونجوری که اگه ببینید دیدین که مثلا ولیوم مثلا 129 ایشو 5، شما هر تحقیقی که بخواین میتونین حالا تو موضوعات مرتبط هم روی صفحه هست هم میتونین سرچ بکنین و پیدا بکنین. این یکی از اون ژورنالاییه که معمولا خود من بعضی موقع توش سرچ میکنم اگه تحقیقی باشه رو استفاده میکنم و یکی از ژورنال های فوق العاده معتبر هست و میتونین ازش استفاده بکنین. ژورنال بعدی که باید معرفی بکنم ژورنال Medicine and Science in Sport and Exercise که این هم ژورنال فوق العاده ایه و میتونین از این ژورنال هم به عنوان یک ژورنال استفاده بکنین و اگه دوست دارین تحقیقات جدید رو بخونین در این رابطه، حالا اسپورت هم مدیسن و حالا بحث پزشکی ورزشی، میتونین از این ژورنال استفاده بکنین و مقالاتی که میخواین رو ازش دانلود بکنین. اینجا هم حالا مثل ایمپکت فاکتور و توتال سایتس و حالا چیزهای دیگر رو هم اینجا گذاشته که شما میتونید بعدا اینا رو خودتون یکی یکی یعنی پیدا بکنین و برین در موردش بخونین. در رابطه با ACSM ژورنال های مختلفی داره ACSM که حالا امروز من در رابطه با همین
ژورنالی که اینجاست، یعنی مدیسن اند ساینس این اسپورت اند اکسرسایز صحبت میکنم، که میتونید اینجا هم یکی از اون جاهایی هست که میتونید به عنوان یه فردی که تازه شروع کرده به خوندن مقالات، به جای اینکه تو گوگل سرچ بکنین، بیاین اینجا و اون مقالات و اون کیورد ها رو بزنین و بتونین پیدا بکنین. هرچند تو گوگل هم میتونین سرچ بکنین، تو پاپ مد میتونین سرچ بکنین، تو گوگل اسکولار میتونین سرچ بکنین، تو وب آف ساینس و همه اینها هست. ولی این چهار تا معمولا واسه کسایی که تازه شروع کردن میخوان یه جای معتبر باشه، فوق العاده به درد بخوره. ژورنال بعدی European Journal of Applied Physiology که این هم فوق العاده ژورنال خوبی هست که میتونین ازش استفاده بکنین و موضوعات فیزیولوژی ورزش همونجوری که مثلا ایشو 11 نوامبر 2020 بیاین ازش استفاده بکنین و تحقیقاتتون رو از اینجا بگیرین. فقط یه نکته که در رابطه با این ژورنال European Journal of Applied Physiology و Journal of Applied Physiology هست که یه مقدار تحقیقاتشون بلنده، یعنی تحقیقات خیلی جامع و حالا منظورم از لحاظ بلند بودن تعداد لغاته که معمولا یعنی اون وسیع بودن و طولانی بودن مقاله است که بعضیا مثلا دوست ندارن این رو و معمولا خسته میشن. تو این شرایط میتونین مثلا مقاله رو به صورت بخش بخش مطالعه بکنین، مثلا یک شب مقدمه رو بخونین، نوت بردارین یا همون زیرش کامنت بذارین، یک شب مثلا متدولوژی رو بخونین، یک شب مثلا نتایج رو بخونین و یک شب هم مثلا بیاین دیسکاشن و اگه کانکلوژن داشت کانکلوژن رو بخونین و بعدش نتیجه گیری بکنین. حتما این نیست که شما یه دفعه بیان یه مقاله رو کامل بخونین، نمیدونم کارهای بعدش رو بکنین، پست بذارین، با بقیه بحث بکنین. نه، شما میتونین آروم آروم یک مقاله رو بخونین و همین که آروم آروم به روز باشین و بتونین به یکی دیگه کمک بکنین، چون هدف از مقاله این نیست که شما حتما بیاین راجبش مثلا پست بذارین یا هر چیزی. هدف اینه که شما به روز باشین، اطلاعاتتون رو بتونین تو محیط کاربردی که دارین کار میکنین انشالله به کار بگیریم. آخرین ژورنالی هم که هست ژورنال آف استرنس اند کاندیشنینگ ریسرچ که فوق العاده ژورنال خوبیه. میتونین مثلا اینجا حالا این تحقیق رو من همینجوری دیدم پی دی افش فری هست و میتونین مثلا بگیرین. تحقیقات خیلی خوب و کاربردی داره که میتونین ازش استفاده بکنین و حالا به دوستان خودتون هم معرفی بکنین. این 4 تا ژورنال رو من به نظرم ژورنالای خوبی اومد و معرفی کردم. اگه شما بازم ژورنال خیلی خوبی میشناسین میتونین کامنت بکنین واسمون و اگه میتونین همین ویدیو رو شیر بکنین، خودتون سابسکرایب بکنین و بالاخره به هر نحوی که میتونین کمک بکنین که حداقل تعداد افراد بیشتری با ما آشناشن و با مباحث علمی آشناشن، چون همینجوری که میدونین خیلیا تو نشرش یه مقدار نمیدونم حالا واژه بهتر بخیلن، یعنی چیزی که بلدن رو دوست ندارن یاد بدن. ولی من حداقلش اینه که چیز خیلی ناچیزیه ولی هرچی هست رو حالا به دور از حسادت و اینا انتقال میدم. امیدوارم که به درد همتون بخوره و بتونین ازش استفاده بکنین. بازم میگم سابسکرایب بکنین و ما رو به دوستانتون معرفی بکنین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.